السلام علیکم یار و دوستان محترم همراهان کانال. برای شما مغازه منطقه یکم چسکا امروز 10 نوامبر 2023 امروز باشه روز روسی برابر است و 119 سومی در بانک اسکات. حالا باشه برای شما کمی باشه نرخ نمای مرغ را برای شما پرسا میشه که ببینیم اینها در بازار مرغ های جنگی تخمی و دیگراش شمدی باشد. تو رفتیم موده یا نرخ بدونیم اینجا که نمیدم نرخش 200 سومونی بود است. اینجا که سفید 200 سومونی. من خرگوشک گوشت سیاه گوش بورک 70 سومونی میگن. هر یک چه موده بده من موده چه 70 سومون. تقریبا 2 کیلو وزن دارم. نه شمسون نه گوشر با بخشه دیگه بدم. این نره بل کشتم 200 سومونی تقریبا 2.5 کیلو گوشت دارم. موده اینش موده سنگی خمیک بوده 100 سومون. چیزه؟ فلاندر ذاتی فلاندر 100 سومون میگو موده. بسیار داره این موده 300. این 65 سومون خروس. اینش 40 سومون کردیم. 40 سومون خروسوجه. خروسوجه 30 سومون. گره 30 سومون. یک سیزی 50 میگو سویبش. اینش 60 سومون گوشه. سیاش معلوم نینی که سیاش 30 سومون میده از مرغ سیاه کسی میکواد 30 سومون. زوتش یکونچه روز که خریدارش معلوم نبوده است. معلوم نه چند سومش میده. وزن بازار روز هیچ که هیچ نمیشته. درگاه نه گیبری فلاندر ولیکن 200 سومون. هرش موده لیاتش ناره این نره ایتی موده نره شامپلا نره 100 موده 300 سیبای لنگر چندش نه؟ 6 گوساده 5 5 سومون دست لنگری. لنگرش واسه کوهی دوستان مشا این لنگر باید که بخرم. بانکوک چند شه؟ 4 کیلو 10 4 کیلو 10 سومون. مردمار نمار نمیدن تنها محصولات را 4 کیلو 10. بونه چه؟ این سبزه منه سلات پلات همش میشه. 4 کیلو 10 تور 5 کیلو 10. کارچکین راسیه ها سیب سیاه چند شده؟ 400. سبزی چی؟ 5 کیلو 10. کارچکی راسیه خور باشه دیگه. بیا درنه رنگ تو زردی تخمه 10 شب. شاشلیکوی اکوی عبدالنبی شاشلیک چی منه؟ برای من نهاریه گرم دوغ تایوره. بچه کسی اکوی عبدالنبی میشناسه حتما کامنتاری خود در زیر نوار گذاره دوستو. دو پاکتش کن. نه کجا گفته؟ شاشلیکای دانی واسطش شاشلیکی مرامت تایو. دوستو دالنی واسطه. من این میجی دمی گوسپان خیمانگیش. رفتار یا؟
یک کارشکر به پنچاق برداشت داده با ویرونه نداشته باشه. خدا ویرونه میشه که چند کیلوش؟ نه گیره صداش کنم من صد گرفتم لینگ اکای خوش محمد سه نوا لینگوا یا؟ ها لینگ بای سه نوا ارزونه کنه خودگیف ایشونو بوله ماید که خودگیف ایشونو بره هوا اینجا اوچرات بسیار شده. بله شما خود اومد نه که هر هفته بارای نه آدما دمی دسترس میکنن بهتره گره بیا بس کس میکنه تو برکتی احمد امون من 10 کیلو کیلو پیاز 220 میده دوستان. سامان 20 درهم. کپوس 1.5 کیلوش دوستان. اور دوستان 290 300 سامان است. یعنی 85 چند؟ 90 سامان. سبوس 90 سامان. اور سیو. برین راست یا این بوزه سام قیمتش ده 14 سامان. سامان 14 سامان شده. اون کسی کنجورو اپتوم یا چکنی میگیره دیگه نرخش 4.5 سامانه 4 تومن 4 سامان. این کجا گفته؟ این دویمش است که کسی زکات کنه دیگه تلفن هم هست. برای تماس 720 0307 زنگ زنید داری خونه تو میبرن تون نوای گیره دیگه 500 کیلو را میبرید ها؟ میبرم نه که در سامان تکن 3 کیلو داغته خوجی بچکه کلان چندشه؟ 180 250 250 کدومیه؟ سرپوش دارن؟ اینا چیز دارن در اوناشون؟ فیری همین نه که مشیان نه؟ 30 سامانی و 180 سامان تونکگی خرومه این جید کی میله ای خواجه ایران چند سوم دام قطیش 40 سامان 40 سامان به این صابونه 15 سامان مایداش من یک کاندیشنر 3,500 سامان میگم فکرم بیو است خالینیکو هست 3,800 سامان دو کامرا 3,600 سامان سه خریدار باشد 92 835 99 20 من بالون است برای 53 2100 سامانی من اکی عبدالغفور حاضرم بس نکردن خربز فروشی را حاضر اکی 6 فروش کرد سادیم من ایک کال چشختیم بیج بی من آدم خریدار بودیم خربزه خریدار جزمه خریدار داخی انا من ایده من خربزی دیده از میکشیم کلچبای میفروشیم کلچش چند سوم بوده که شیرین باشد قیمت ارزون باید فش باشد بیپول نه این سراونا شیرین بودیگیست اول می اکم چشم بس نه نه اکم گره اول اصل کم شیرین گفتی باید یاد تلیمه 5 سومون میگه چه خاره نه یاد تلیمه 5 سومون در دستو هر چیز میگم میگذرانده هر چی میگویده لیکن اکی عبدالغفور ما اول رکلام میدم هر بار میبیام
قیمتی همو محصولات نگاه نمیکنن میکشن. باز نگاه کنید هیچ رم ندارن، لیکن با کشتار یعنی که مردم با بینصیب نبره. یک عادت برای همین کسی دیگه است که مهمان دوست. نگه مهمان دوستی همین عقاب دلالت میکند. دوستا خیلی هر کی هر چی میگوده حوالش به خدا سلامت داره. اون محفل وای داشته باشد که خربزه نیو حتما پیش اکرم غفار بیاید دیم پشت ماشینش پوری خربزه در خونشون و همه نمود اینه فرغانه نامش چی بود؟ خرقمانی اندرسوی در خونشون هست 500 دونه کسی خریدارو باشه دیگه اومدن گیره کلفاز زرفشون با